با سلام به همه دوستانی که وقتشون کمه و سرشون شلوغ. این برنامه رو با 2 زبده خبر تقدیمتون میکنیم. خبر اول، یادتونه چند روز پیش روحانی با کاسه گدایی رفته بود نیویورک برای زنده کردن برجام. بعدم گفت که 5+1 اومده کمکش تا فشار بیارن به آمریکا برای برجام. خب دیروز خبر اولین حمایت‌های اروپایی از روحانی مثل آبشار از آنتن‌ها سرریز کرد. اینو تلویزیون خود رژیم پخش کرده. ببینید. وزیر اقتصاد آلمان میگوید چون احتمال اعمال دوباره تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد، هیچ شرکتی در این کشور سرمایه‌گذاری طولانی مدت نخواهد کرد. زیگمار گابریل که معاون صدراعظم آلمان است در مصاحبه با اشپیگل گفت ایران باید درک کند که در اوضاع کنونی یافتن شرکای با دوام تجاری در کشورهای اروپایی برایش دشوار خواهد بود. به این میگن سیلی ناغافل. حتی کپسول اکسیژن هم برای تنفس مصنوعی برجام بهش ندادن. طرف گفته چون احتمال داره دوباره رژیم تحریم بشه، پس از سرمایه گذاری خبری نیست. اشپیگل هم نوشته که زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان در سفر قریب الوقوعش به تهران نگرانی‌های برلین درباره نقش ایران در جنگ سوریه و کارنامه حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو به اطلاع مقامات این کشور خواهد رسوند. راستی این فقط یه گوشه از حمایت‌های اروپایی بود که روحانی می‌خواست به دست بیاره یا باز هم از این حمایت‌ها هست؟ خب بریم به سراغ خبر بعدی. لاریجانی قضاییه خواستار اعمال قاطع قانون شد. قانون اجرای سریع و قاطعانه قانون در برابر متخلفان. رئیس دستگاه قضا در 13مین همایش دادستان‌های عمومی انقلاب و نظامی سراسر کشور با اشاره به اینکه تأخیر در اجرای احکام قضایی به مصلحت دستگاه قضا و جامعه نیست، از دادستان‌های کشور خواست در اجرای احکام تایید شده به هیچ وجه تعلل نکنند. همین چند روز پیش بود که یکی از مسئولین مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتش که 95% اعدام‌ها نتیجه مثبت نداشته. حالا لاریجانی قضایی اومده و خیلی مستدل داره جواب میده. گوش کنید. اینی که برخی میگن که اعدام ها هیچ فایده نداشتی حرف کاملا غلطی است. به دلیل اینکه اگر سختگیری های قوه قضاییه نبود، ما چه میدانیم وضع کشور الان چطور شده بود؟ قطع نه اینکه چه میدانیم، قطع داریم به وضع بسیار بدتری مبتلا میشد. منظورش از خیلی بد و خیلی خراب هم هیچی نیست جز سقوط و سرنگونی. حالا تا این خبر رو با جواب مردم میبندیم و تظاهرات و حرکت‌های اعتراضیشون که به رغم اعدام‌ها همچنان ادامه داره. بله، هیهات من نزله. تا برنامه فردا، خدا نگهدار همه شما.